احمد ظاهر هم عصر شهرت و آوازه گوگوش در ایران بود و عده‌ای این دو را رقیب سالم می‌دانستند. از احمد ظاهر آهنگ‌های زیادی به یادگار مانده است که در 33 آلبوم رسمی تدوین گردیده و به شکل صوتی در بازار عرضه گردیده است. از احمد ظاهر فقط 2 آهنگ تصویری ثبت شده است. سایر آهنگ‌های تصویری وی مقتبس از همین 2 آهنگ یا هم عکس وی اند. احمد ظاهر نه تنها در افغانستان بلکه در 3 کشور تاجیکستان، ایران و پاکستان نیز علاقمندان بیشمار خود را دارد. این علاقه در تاجیکستان به شکل بسیار بالایی وجود دارد. آهنگ‌های وی هنوز هم از بهترین ها به شمار می‌رود. احمد ظاهر نام کهنه‌ای در افغانستان نیست و آهنگ‌های وی هنوز هم علاقمندان بیشمار خود را دارد، طوری که بیشترین مخاطبان رادیوها آهنگ‌هایی از احمد ظاهر درخواست می‌دهند و این باعث شده است تا به منظور فرصت دادن سایر خوانندگان مجریان برنامه‌های موسیقی آهنگ‌های احمد